تا حالا به این فکر کردید که یه زامبی با چند تا ضربه، ببخشید یعنی بهتر بگم تبر قوی تره یا شمشیر؟ اینجا قراره که ببینیم که شمشیر قوی تره یا تبر. در نگاه اول اگه ما یه شمشیر بگیریم و بخوایم زامبی رو بکشیم، ما دقیقا باید 3 تا ضربه بزنیم که زامبی بمیره و دقیقا 3 تا ضربه. و اگه بخوایم ببخشید این حساب نبود، این حساب نبود. در نگاه اول اگه ما بخوایم با تبر زامبی بکشیم، اگه تبر اینجا چیزی اگه زامبی بزنیم اینجا با زامبی با چیزه اشتباهی فکرم شده بچه ها. پس در نگاه اول با هم دیگه برابر هستن. در نگاه اول با هم دیگه برابر هستن و هیچ فرقی نداره. در نگاه دوم اگه ما وسایل چوبی بخوایم بزنیم، در واقع یکم طولانی‌تر میشه و فکر کنم این دفعه امتیاز رو فکر کنم این دفعه تبر بگیر. در نگاه دوم وقتی که اگه ما میخوایم خود رو بکشیم، یعنی هر حیوانی میخوایم بزنیمش با شمشیر چوبی، باید دقیقا 3 تا ضربه بزنیم تا بمیره. اما اگه با تبر بخوایم بزنیم با 2 ضربه میمیره. پس این امتیاز هم تبر میده و اینجا ما نتیجه میگیریم که تبر از شمشیر قوی تره. ببخشید یه نکته دیگه مونده. اگه دقت کرده باشید ما یه مشتاقی نداریم و یه دونه عکس نداریم بیاریم. دقت کردید که بازی انیمیشن چه از کنم، یه انیمیشن حالا من میشکنم وقتی که شما یکی رو میخوایم با تبر بزنید یه طور سنگین حالتی دیر تبر میاره بالا، اما توی شمشیر اینطور نیست، راحت میپره میزنید. پس این امتیازم شمشیر میشه. نتیجه میگیریم که شمشیر با تبر هیچ فرقی نداره. به خیلی استفاده کنید. این در از این ویدیو. خداحافظ.